خوار 5 قسم است. چند قسم است؟ 5 قسم. خوار اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. پنجمش نکاحش کرد تو جایز است. کی از خوار پنجم من؟ وهابی کی است؟ گفت وهابی کسایی هستن که میگن خوار پنجم حلال است. مفت میره خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگفت که خوار پنجم حلال است. چرا؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگفت. ما در فقه حنفی خواندیم. اونا میگن که خوار 5 قسم است. چند قسم است؟ 5 قسم. خوار اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. پنجمش نکاحش کرد تو جایز است. کی از خوار پنجم من؟ میگه خوار اولت خوارت که از مادر پدرت است. این سکه میگیم با شما. سیزنه خوار دوم خوار مادری است که از مادر است، از پدر نیست. خوار سومی چی است که از پدر است، از مادر نیست. پدر جان 4 5 تا عروسی کرده، دوم که از مادر جان 4 5 تا. خب مشکل نیست. اوش ماتریال میگن در انگلیسی. میره میگه خوار ماتریال. من گفتم ماتریال چی است؟ گفت مای مادر ازدواج کرده 10 مرتبه. از این خاطر از مادر 2 نفر یکیستیم، از پدر جداستیم. خب این ماتریال مادری میگن. پتریالش باز چی میگن؟ پدری رو میگن که پدرش 4 تا زن گرفته در مسلمانا، در غرب 44 تا. اینا لسه بوجه چی است؟ این 4 تا خانم گرفته، بیادرها هستن لکن مادرایشان چی است؟ جدا هست. اما پدرشان یک. چهارمی قسم خوار چی است؟ رضایی هست. کاتت شیر خوردن، نونوگک بودی، تو که بچه کاکای تو هم نونوگک بود، تو تشنه شد، مادر شیر نداشت، مادر تو گرفت رو چی کرد؟ شیر داد. این حال شما 2 تا نونوگک ها، کلانا نه، خدا نونوگک نساز. یگان تا کلان مردکس میگه من شیر خوردیم صاحب چطور کنم؟ نمیخوردی، بعد که دیگه خوردی. در جوانی خورده، در پیری. صحیح نه؟ با شفر برتان بگم بفهمید. اینا زبون مردکش چی کردن؟ بر من زنگ میزنن که ما این مادرم شد. او گفته در وقتی که تو در حالت رضا باشی. رضا چی باشه؟ شیرخوری. خب یعنی 1.5 ساله، 2 ساله، 6 ماه، 4 ماه، 2 ماه این گپا. بعد از این پنجمی خوار چی شد؟ خواهر دینی. انما المؤمنون اخوه. پس خانم هر کس خواهر دینیش است. در دین که تو شریک است. لکنی بیچاره میره چه قسم او مردکی دیگه میفهمه. شیطان کلان میفهمه، لکنی بیچاره را بازی داده. بر از این قسم نمیگه که منظور از خوار پنجم خوار چی است؟ خوار دینی است. میگه نه یا صاحب، میگن که خوار پنجم رواست، یعنی تو 5 تا خوار داری، خوار چهارمی تو روا نیست، خواره و این کفر است. این چی است؟ این کس گپ، این گپ کس بزده چی است؟ کفر است. چرا به نص قرآن این گفته که نکاح خواهر چی است؟ و اخواتک